فکر میکنید دنیا تا حالا چقدر به نابودی کامل نزدیک شده؟ مثلا فقط یک دکمه فاصله داشته باشیم تا همه چیز تموم بشه. باورتون بشه یا نه، پاییز سال 1962 دقیقاً همچین اتفاقی افتاده. ماجرا طوری پیش رفت که همه مطمئن بودن جنگ جهانی سوم هر لحظه ممکنه شروع بشه. ماجرایی که به اسم بحران موشکی کوبا معروف شد. لحظه‌ای که اگر فقط یکی دو نفر تصمیم اشتباهی می‌گرفتن، شاید امروز دنیا مدل دیگه‌ای داشت. ماجرایی پر از دسیسه، تصمیم‌های حیاتی و حتی یک قهرمان گمنام که شاید بشه گفت دنیا رو از مرگ نجات داد. پس لطفاً تا آخر ویدیو همراه ما باشید، چون میخوام براتون داستان 13 روزی رو بگم که نفس همه دنیا بند اومده بود. سلام، به رد پای تاریخ خوش اومدین. اجازه بدین با یه سوال داستان رو شروع کنیم. چرا اصلاً همچین بحرانی به وجود اومد؟ قضیه از این قرار بود که بعد از جنگ جهانی دوم تو دنیا دو تا قطب به وجود اومد، آمریکا و شوروی. هر دو کشور دنبال این بودن که کی قوی تره، کی موشک بیشتری داره، یا کی زودتر میتونه دکمه رو بزنه. رقابتی که اصلاً اقتصادی و سیاسی نبود و فقط رقابت موشک هسته‌ای بود. حالا باید ببینیم مشکل کجا بود. آمریکا موشک‌هاشو تو ترکیه و اروپا گذاشته بود، موشک‌هایی که ظرف چند دقیقه میتونستن به مسکو برسن. از اون طرف شوروی هیچ پایگاهی نزدیک آمریکا نداشت و خب این یعنی تعادل قدرت به نفع آمریکا و دقیقاً دلیلی بود که شوروی دنبال یک راه حل خطرناک میگشت. اینجا بود که پای کوبا به وسط اومد و یک انقلاب کوچیک همه چیز رو عوض کرد. 1959 فیدل کاسترو تو کوبا به قدرت رسید، یک رهبر ضد آمریکایی که خیلی سریع به شوروی نزدیک شد و به شوروی هم اعلام کرد که من پشت شما هستم. اینجا بود که نیکیتا خروشچف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، برای ایجاد توازن استراتژیک با آمریکا وارد عمل شد و با توجه به شکست عملیات خلیج خوک‌ها که تلاش آمریکایی‌ها برای سرنگونی فیدل کاسترو بود، خروشچف دستور داد که موشک‌های شوروی رو در 150 کیلومتری آمریکا یعنی توی کوبا مستقر کنند. اون وقته که دقیقاً آمریکا زیر تیغمونه و دست از زورگویی برمی‌داره. همین شد یکی از خطرناکترین بازی‌های تاریخ. ولی این راز زیاد مخفی نموند، چرا که 14 اکتبر 1962 یه هواپیمای یوتو جاسوسی آمریکا از بالای کوبا عکس گرفت و چیزی که توی اون عکس‌ها دیده میشد همه رو شوکه کرد. پایگاه‌های موشکی در حال ساخت. تصور کنید موشک‌هایی که ظرف چند دقیقه میتونستن نیویورک، واشنگتن یا شیکاگو رو نابود کنند. جان اف کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا، حالا با بدترین بحران دوران ریاستش روبرو شده بود، چون فعال شدن این موشک‌ها مساوی بود با از بین رفتن 3 شهر معروف و معتبر آمریکا. اگر کاری نمی‌کرد آمریکا آسیب پذیر می‌شد و اگر واکنش شدید نشون میداد احتمالاً جنگ جهانی سوم شروع می‌شد. حالا سوال بزرگ این بود: کندی باید چیکار می‌کرد؟ 2 تا انتخاب داشت: 1 حمله نظامی به کوبا و نابودی موشک‌ها و 2 محاصره دریایی و جلوگیری از ورود تجهیزات جدید. شاید این بزرگترین تصمیم دوران ریاستش باشه. حمله مستقیم تقریباً تضمین میکرد که شوروی واکنش هسته‌ای نشون بده، اما گزینه دوم، محاصره، هنوز شانس دیپلماسی رو زنده نگه می‌داشت. این شد که به کمک مشاوران کاخ سفید گزینه دوم رو انتخاب کرد. 24 اکتبر ناوهای آمریکایی دور تا دور کوبا حلقه زدند. کشتی‌های شوروی نزدیک شدند و دنیا نفسش رو حبس کرده بود. همه منتظر بودن ببینن آیا کشتی‌های شوروی عقب میکشن یا مستقیم وارد جنگ میشن. دنیا تو شوک بود. مردم آمریکا به پناهگاه‌های ضد اتمی میرفتن، مدارس تمرین‌های محافظت در برابر بمب برگزار میکردن. تو شوروی هم ارتش در آماده باش کامل بود. حتی پاپ تو واتیکان پیام داد: خواهش میکنم جنگ نکنید. اما پشت صحنه خطر خیلی بزرگتر بود. این نبود که تنش فقط روی سطح دریا باشه، چون یه اتفاق زیر آب در حال رخ دادن بود. یه اتفاق ترسناک. یه زیردریایی شوروی به اسم B-59 توسط نیروهای آمریکایی تحت فشار قرار گرفت و افسران شوروی فکر کردن جنگ شروع شده و آماده بودن موشک هسته‌ای شلیک کنند. فکر کنید اگه اون موشک شلیک میشد
کار تمام بود، فقط یه امضا لازم داشت و اون امضا میتونست شروع کننده یه چیز باشه: جنگ جهانی سوم و نابودی کامل. اما اینجای داستان یه قهرمان داره که مخالفتش خیلی تاثیرگذار بود: واسیلی آرخیپوف. اجازه بدین کمی داستان رو براتون بازش کنم. گفتیم یکی از زیردریایی‌های شوروی در نزدیکی‌های آب‌های کوبا توسط ناوهای آمریکایی شناسایی شده بود. آمریکایی‌ها سعی کردند با بمب‌های آموزشی نه جنگی این زیردریایی رو تحت فشار بذارن که به سطح آب بیاد. از طرفی خدمه زیردریایی هم که قطع ارتباط داشتن با مسکو، گرمای شدید، کمبود اکسیژن و اضطراب بالا روشون تأثیر گذاشته بود. این زیردریایی مجهز به یک اژدر هسته‌ای بود. طبق قوانین شوروی برای شلیک اژدر هسته‌ای تایید 3 نفر لازم بود: فرمانده زیردریایی، افسر سیاسی و معاون فرمانده که همون واسیلی آرخیپوف بود. فرمانده و افسر سیاسی موافق شلیک بودن، اما آرخیپوف مخالفت کرد. او استدلال آورد که شرایط هنوز جنگی نیست و باید ابتدا به سطح آب بیایم و با مسکو ارتباط بگیریم و همین مخالفت باعث شد که اژدر هسته‌ای شلیک نشه و زیردریایی به سطح آب بیاد و متوجه بشه که هنوز جنگی شروع نشده و شاید بتونیم بگیم نیمی از دنیا رو از مرگ نجات داد. واقعیت اینه که اسم آرخیپوف رو خیلی‌ها نمی‌دونن، ولی شاید بشه گفت بزرگترین قهرمان گمنام قرن 20. این ترس و وحشت 13 روز طول کشید، اما بعد از 13 روز پرتنش و پر اضطراب بالاخره مذاکره کردند و به توافق رسیدند. شوروی موافقت کرد موشک‌هاشو از کوبا خارج کنه، در عوض آمریکا هم قول داد به کوبا حمله نکنه و بعداً هم موشک‌هاشو از ترکیه برداره. بحران تموم شد و دنیا از لبه پرتگاه برگشت. بحران موشکی کوبا نشون داد که دنیا چقدر شکننده است. فقط یه سوء تفاهم یا یه حرکت عجولانه میتونه همه چیزو نابود کنه. عملیاتی که یکی از پرتنش‌ترین لحظات تاریخ بود، درست مثل عملیات فورتیتود که یک عملیات اطلاعاتی هوشمندانه در مسیر جنگ جهانی دوم بود. موضوع ویدیو قبلیمون که لینکش رو این بالا براتون کاور میکنم، برای دیدن این ویدیو میتونید از این لینک استفاده کنید. موضوعاتی که در گذشته قرار بوده اتفاق بیفته طرح سوال میکنه که آیا ممکنه همچین بحرانی دوباره تو دنیای امروز جای دیگه‌ای تکرار بشه؟ چون موشک‌ها هنوزم آماده‌اند، فقط کافیه کسی اشتباه کنه و یه تصمیم نادرست بگیره و دکمه رو بزنه، و یا اینکه هستن هنوزم افسران و یا سران خویشتنداری که به دیپلماسی بیشتر اعتقاد دارن و قرار بشریت رو از مرگ نجات بدن. درسته این بحران در دوران ریاست جمهوری جان اف کندی نزدیک بود دنیا رو به مخاطره بندازه، اما برای خود جان اف کندی یه بحران شخصی به وجود اومد. تنها 1 سال بعد خود جان اف کندی رئیس جمهوری که در اوج این بحران قرار داشت در صحنه تکان دهنده ترور شد. آیا این ترور فقط یه حادثه بود یا پشت پرده بزرگتر در کار بود؟ برای اطلاع از داستان ترور جان اف کندی تو ویدیو بعد با ما همراه باشید. با هم بخشی از یک داستانی رو مرور کردیم که یکی از خطرناکترین لحظات تاریخ بشر بود و قرار بود زمین رو برای همیشه به جهنمی هسته‌ای تبدیل کنه، که این هم بخشی از رد پای تاریخ بود. قصه‌ای پر از رازها و تصمیماتی که دنیا رو شکل دادن. کانال ما رو دنبال کنید چون هر رد پا ما رو به حقیقتی تازه در این دنیا نزدیکتر می‌کنه. مرسی که همراه ما بودین. یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هیچ ویدیویی رو از دست ندید. دمتون گرم. خدا نگهدار.